زمونه خورشید و خوابه آجا زمونه حالا خورشید خوابه خورشید بیدار شد آه ندیده آه ندیده خورشید بیدار شد آه ندیده خورشید خانم آفتاب کن به من بره جاب کن نهر شکولو کن ملی من بخورم ولی تو خور کن گلابه کاشونه ماشالله گلابه نابه کاشونه ماشالله ماشالله بهش بگو ماشالله در قول والله بهش بگو ماشالله تو اگه نگی ماشالله تو اگه نگی ماشالله با قولشن انشالله تو اگه نگی ماشالله سلاخ شنشالله تبره قلاخ شنشالله ولاغ ما پیره قدقب نمیگیره ولاغ ما پیره دراد نمیگیره دختروی گل فروزیده بود یه گل نیومده گلم صدای جنجهای بلبل نیومده گلم برید از باغمون یه گل با پرسیده گلم چرا بلبل بسه یه گل نیومده گلم دخترای گل فروش یه سبت من گل دارم گل یه سنبول دارم چه گفته ما ولی گل دارم به چند روز دیگه بود تا گل نیومده گلم صدای و جهجه های بلبل نیومده گلم برید از باغمون یه گل با پرسیده گلم چرا بلبل بسه یه گل نیومده گلم گل من بلبلم ستاره سنبولم بنفشه گلم. خیلی خوب بود، مرسی، ممنونم. یه گلی ناز من معلم روز من نکنم روز من بلبلی نازی معلم رازی بابا جون عزیزم ولی با تو من می نازم هیچ وقت نکنم رازم ولی معلم رازم بلبل شیدا دارد شده پیدا کمتر بزن چرچم ولی بلبلی نازم ولی معلم رازم نازنین من چه نازم من به فدای نازت هیچ وقت نکنه برازم نازنین من چه نازم. ممنونم، مرسی، خسته نباشید. مرسی. ممنون. نتونستن نقاشی رو بازسازی کنن ولی این سرسبزی اینجا و نام گرفتنش میتونید به معنای سرسبز حضور چشمه 4000 ساله سلیمانی است. چشمه که پشت باغ قرار داره روی که از رویاش اینجاست که بهش میگن شترگرد. یو شکل آب میخوره بله میخوره با فشار ازش میاد. حتی که این حوض پر از آب فشارش داده نمیشه اما خب فشار میاد به همه قسمت ها منتقل میشه و این باز میشه که آب بدون پمپ به همه قسمت ها حرکت پشت با قرار داره اینجا بله بیرون از این چسبیده قابل بازدید اونه یعنی از اینجا لوله آوردن تا اینجا؟ بله تکیشی سفالی قدیمی تا اینجا تا اینا قبلا میدیم همه چی اکرام میدن خدمتی که داره و آسیبایی که بهشون رسیده خب این تعدادشون دیگه ناکمه و این طبیعیه جایی که بودن 300 سال این حوض 12 فوار است میگن در این 12 در ایران هم اصلا نماد خیر و برکت ده برای این 12 فوار ساخته که به آب برکت شده و باعث زیادی آب بشه باشه خودم زورا میگم حوض جوش هست خودم زورا میگم یکی از باقی 160 تا حفره داره 80 تاش روی سطح و 80 تاش زیر سطح از یکی آب میاد بیرون از کناری آب میره پایین این باعث میشه که آب حالت جوشیدن داشته باشه
کفش یه سری کاشی بوده به شکل فرش اصیل خود کاچن که وقتی آب میجوشیده مثل این بود که طرح‌های فرش در حال حرکت هستن. توی اون کاشی‌ها طلا وجود داشته و توی زمان رضاشاه غارت شده و از بین رفته. این عمارت هم شاهنشین باغ هستش. شاهنشین به زیباترین قسمت یک باغ یا حالا عمارت گفته میشه که به خاطر چشم‌انداز زیبایی که داره معمولا تا ابتدای باغ پیداست. اینجا با این شیشه‌های رنگی تزیین شده و خدمتش برای زمان محمدشاه قاجار است. این قسمت هم کوشک قاجار تو زمان فتحعلیشاه قاجار ساخته شده. حدوداً 250 سال خدمت کرده. به دست حاج حسین عظیم اصفهانی که حاکم کاشان بوده برای هدیه به فتحعلیشاه ساخته شده و از بهترین نقاش‌ها و معمارش استفاده شده. نقاشی ساخت اینجا رو بهش میگن شمسه. یادآور معنای فلسفی خلقت و اکثرا توی سرها و یا حتی فرش‌ها دیده میشه. پشت اینجا یه بادگیر وجود داره که آب چشمه از زیر سر میشه و بالاش باد خنک داره. این باسته که هوای خنک وارد اینجا بشه و در واقع اینجا شبیه کولر عمل میکنه. این سخت هم سخت هست با 12 تصویر از 12 داستان با نقاشی اصیل ایرانی که هر کدوم یک داستانی رو روایت میکنه. مثلا اون مقابلتون داستان یوسف و زلیخا هستش. لحظه ورود حضرت یوسف که خانوما از زیبایی حضرت یوسف دستشون رو میبرن. هر کدوم روایت های مختلفی داره از فرهاد کوهکن تا داستان خسروشیرازی. بفهم این درخت با قدمت حدود 300 سال توی باغ کاشان وجود داره بهش میگن درخت لیلا مشهور. دو درختی کنار هم کاشته شده و در انتها با هم گره خورده و یکی شده. عاشقانه ای از طبیعت. واقعا هم قشنگه. با قدمت 480 سال قدیمی ترین درخت اینجاست که در زمان شاه عباس اول کاشته شده و تا امروز زنده است. اینجا دو تا حمام داره، یه حمام قاجار یه حمام صفری. حمام قاجار سلطنتی بزرگتره و داخلش رو میاد تفاوتش رو با حمام صفری متوجه میشه. محل قتل. مثل
هم که مجسمه‌های از امیرکبیر مورد روایت فقط امیرکبیر هستش. امیرکبیر از ابتدایی که وارد دولت قاجار شده با خواهر ناصرالدین شاه ازدواج کرد. این باعث شد که مهدویی و مادرش نسبت بهش یک حسادتی داشته باشه که کم کم بهش بدبین بشه. امیرکبیر آدم خوبی بوده، خیلی کار و خیلی چیزها توی ایران رواج داده، از جمله چاپ کردن روزنامه، مدرسه‌ای که ساختن یا مثلا حذف استعمار یا چیزایی که به منفعت شاه و مادرش آسیب می‌رسونده. و مادرش را انقدر به شاه این رو توصیه می‌کنه که از امیرکبیر از دولت دور کن تا شاه دستور به امیرکبیر به کاشان تغییر بشه. قرار بود امیرکبیر مدتی توی کاشان بمونن، حاکم کاشان بشن و برای همیشه داخل کاشان بشن. اما یک بار که شاه تو حالت عادی قرار نداشته، مادرش نامه قتل رو میذاره زیر دستش و اون رو مجبور به امضا میکنه و بعد میده به آقای حاجب الدوله. ایشون هم به همراه یک جلاد به تاخ میان کاشان. وقتی به کاشان میرسن که امیرکبیر در حال استحمام در حمام صفوی بوده، میان بالا سرش براش بهش نامه قتل رو نشون میدن و اون وقتی مخ و امضای شاه رو میبینه میپذیره که این نامه از طرف شاه هست. سه تا خواسته داشته. خواسته اولش این بوده که همسرش رو ببینه. همسر امیرکبیر خواهرش بوده و قطعا از مرگ ایشون جلوگیری میکرده، اما حاجب الدوله اجازه نمیده. میخواسته نماز بخونه و حالا دلیل اینکه میخواسته نماز بخونه این که تایمی بگذاره و شاید کسی بیاد و بهشون کمک کنه، اما حاجب الدوله اجازه نمیده و تنها خواسته که باش موافقت میشه این بوده که داوود خان دلاک امیرکبیر اگه دستش رو بزنه و این دلیلش این بوده که داوود خان از دوستداران امیرکبیر بوده و طوری اگه دست رو زده که امیرکبیر از دنیا نرفته. پس از مدتی بوده 10 دقیقه که گذشته حاجب الدوله عصبانی میشه و امیرکبیر رو با حوله خودش خفه میکنه و در واقع امیرکبیر در سر خفگی از دنیا رفته. دو تا از بزرگترین تیمچه‌های تهران هدیه مهد اولیا بوده و حاجب الدوله به خاطر قتل امیرکبیر بوده. ممنون. خیلی واقعی یه قسمت تیومه آب گرم کنه حمامه کفش هیزم میریزن آتش میزنن و آب از زیرش رنگ این باعث شده که آب گرم وارد حمام بشه. اینجا هیزم آتش میزنن و آب برو بکشه باید محل اصلی شهادت امیرکبیر اینجا هست، کنار اونجا نشسته بودن که اگه دستشون زدن حالا متاسفانه اینجا بود؟ سربینه حمام صفوی هستش. دو اتاق اینجا از این حالتهای کمد داره که لباساشون میذاشن و وارد حمام این حوضچه‌ای این وسط بردار کاربردش این بوده که داخلش آب بنر بوده. وقتی وارد حمام میشن یعنی از حمام میومدن بیرون پاشون میزنن داخلش که دمای بدن تنظیم بشه و از بیماری‌ها جلوگیری کنه. همه چی اصولی بوده. این هم برج و باروهای باغ هستن که 4 طرف باغ ساخته شدن و محل استقرار سرباز برای حفاظت از باغ بوده.
عمارت روبروی عمارت سردر هستیم، جایی که حالا توی اکثر واقعا توی یک طبقه ساخته میشه و محل استقرار یک نگهبان هست. اینجا توی 2 طبقه ساخته شده و طبقه بالایش برای نشستن شاه بوده. شاه اونجا می نشسته و چوگان بازی کردن در خیابون مقابل رو تماشا میکرده. تقریبا شبیه عالی قاپوی اصفهان.